سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو جدید. آقا تو ویدیو امروز قراره درامای اتفاق افتاده بین بیگ اسموگ و امیر ایزد رو دنبال کنیم. زیر گوش جفتتونم میزنم محکمم میزنم. و قبل اینکه بریم برای ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم. برو بریم برای این ویدیو خفن. لتس گو. قبل اینکه بریم برای ویدیو میخوام شرکت اندروپی بهتون معرفی کنم. شرکت اندروپی یکی از بزرگترین شرکت‌های نقد درآمد یوتیوب در ایران است و خدمات مختلفی مثل MCN اختصاصی و محافظت از محتوا و معاف شدن از مالیات که اگه از MCN اختصاصیشون استفاده کنید بهتون تعلق میگیره و کارمزدشون هم فقط بین 15 تا 30% است و کلی یوتیوبرای معروف مثل AJ کینگ و کول گیمر و کامی کیم و سعید واکوور و بیگ اسموگ باشون کار میکنه. خب بچه‌ها، به تازگی استوری گذاشت که در اون استوری به قیمت بالای مرچ امیر ایزد معترض شد و گفت هم قیمت مرچ مستر بیست هست و امیر ایزد هم تو تلگرامش از ارزش و کیفیت بالای مرچش صحبت کرد و در آخر نوشت شما هم میتونید باباتون چطوره بپوشید با بهای تمام شده 120 تومن که منظورش مرچ بیگ اسموگ بود و بیگ اسموگ هم با دیدن این جمله امیر تو تلگرامش واکنش نشون داد. باز ما یه گوشه نشستیم یکی گرفت رو ما تو چنل نوشتی شما میتونید برید بابا چطوره بپوشید با بهای 120 تومن. آره عزیزم، اون موقع من تیشرتای بابا چطوره رو خودم می‌خریدم 120 تومن برام میاد، 120 تومن میفروختم 220 230 240 تومن اینطورا. الان چرا یهو رو من گرفتی تو؟ تو چرا اینجوری امیر؟ بگی بشین دیگه، بابا اونجا صحبت کردیم با هم دیگه، رو در رو شدیم، حال احوال کردیم. گفتم امیر زشته دیگه، بیاد بشینیم این آدم صحبت بکنیم، حل کنیم این مشکل و بچه بازی‌ها رو. الانم که بچه‌ها من گفتن دو شب پیشم نشستی دوباره رو ما گرفتی سر قضیه اون بلا تکلیفه. بابا امیر بس کن دیگه تو هم. بابا این همه میتونید محتوا تولید کنید، همه کار واسه انجام دادن. باز بیکار شد نشست اینجا بیگ اسموگ بگم رو بیگ اسموگ. قبول کن تر زدی دیگه، تیشرت برگشت خورده رو کی میذاره 4200 امیر؟ کار خیار رو کردی، سری میخوای سر خودت باز کنی گرفتی رو یکی دیگه. بس دیگه امیر بزرگ شد تو رو قرآن. بعد بابا مثلا بیا آیدی تو عوض کن به نظر من. امیر ایزد نکن، بذار امیر 20. تیشرتای مستر 20 مشت 23 دلار 24 دلار بگیم 30 دلاره. بگی 50 دلاره با دلار 70 تومانی ما میشه 3500. 4200 نکن دیگه، نگیر الکی رو آدم یه گوشه نشستین داریم اینجا اولوی جدیدم اولویه میخورم. نه داشتم اولویه میخوردم یه اومدم امیر ایزد گرفته رو. بابا امیر بس کن تو رو اول فاز، بس کن زشته دیگه. و در ادامه امیر ایزد نوشت بیگ اسموگ داداش، من و تو نمیتونیم با هم اوکی بشیم. من اصلا هی میخوام با تو اوکی بشم، میبینم تو فکرت شرق من غربم، تو پایین برره ای من بالای برره. پا میشیم میبینیم امروز میخوای یکی رو بکشی چون اون یکی رو ماچ کرده، فردا یکی نجسه چون آرایش کرده. من نه خودم این شکلی ام نه اطرافیانم، تو هم همینطور. کسی شکل من دورت نیست، بین ما هیچی اوکی نمیشه آقا. تو عرق میخوری من سنیج، اصلا ما هیچ جوره توی کاتگوری نیستیم. منم اهل سکوت و خایمالی نیستم داداش، یه چی میگی منم یه چی باید بگم. تو هم اگه تو مخت آدمو بگیرن رود افکارتو نریز بیرون، بریز جیبت. اگه هم کامنت ملت و نظر بقیه به یه ورته که خب غر نزن دیگه. من نمیدونم شما کی میخواید بفهمید پابلیک رفتار میکنید واکنش پابلیک هم میگیرید. تو دوربین و میکروفون داری، منم دارم. و بچه‌ها در ادامه بیگ اسموگ و امیر ایزد توی تلگرامشون به صورت وایس و ویدیو به صحبت‌های هم واکنش نشون دادن که بریم با هم خلاصه از صحبتاشون رو بشنویم. کاملتر این قضیه تو چنل‌های تلگرامی امیر ایزد و بیگ اسموگ که آیدیشون رو صفحه میاد میتونید دنبال کنید. آقا امیر گل برادر من الان ویدیو مسیجاتو دیدم توی چنلت. تو داری میگی من تو نمیتونیم با هم اوکی باشیم، من تو نمیتونیم دوست باشیم. پس چرا تو ویدیوی بنیامین اومدی گفتی اوکی با هم کنار میایم، با هم فلان بیسار اینا؟ من دنبال این نیستم با رفاقت کنم، دنبال این نیستم که مثلا بگم بیا با هم اوکی باشیم چون مثلا ممکنه پس فردا روزی تو یه کاری بکنی من ضرر بکنم، من افت کنم، من بیام پایین. نه امیر، نه واقعا نه، اینجوری نیست. برادرانه بهت بگم یه سری جاها دلم واسط سوخته، حالا اونم به زبون نمیارم تو مجازی، ولی خودت نگاه بکنی متوجه میشی منظورم کجاست و چی است و چرا و این دلیلا. آفرین، من تو خیلی غرب و شرقیم، من تو هیچ جوره اصلا به هم دیگه نمیخوریم، حتی دو تا چهار تا هم بکنی حتی همون سنیچ و عرق خودمون. تو گفتی مثال قشنگی زدی، باری کلا آفرین. ولی امیر یه چیزی رو بگیم، یه چیزی رو رک باشیم. فایلای رو دسکتاپو میبینی؟ اینا زحمتای خودمه نه زحمتای بقیه. حالا تو اومدی گفتی اوکی من مرچام تخمیه. ببین من مرچم تخمی، من اخلاقم تخمی، من شخصیتم تخمی، هر چی که تو میگی درسته، همه اینا درسته. تو محتوا تخمیه امیر، قبول کن. محتوایی نداری، محتوای تو دراماه، محتوای تو راجع به این و اون صحبت کردنه. تو حتی راجع به این و اونم تخمی صحبت میکنی. این خیلی بدتره به نظر من. همینجا میگم امیر همه چی حق با توئه، چون واقعا یه فاز دیگه رو داشتم، خیلی‌ها میمدن میگفتن بابا با امیر را بیا، کوتا بیا، بی خیال. این داستانا نشوش. بعد اینکه تو ایونت دیدم چه خوش اخلاقی، مهربونی، سلام اما پرسی داشلی داشلی چه خبر، بغل ماچ بوس دست، رفتارا اوکی، مؤدبانه. امیر روش بهت بگم جلو دوربین واقعا آدم گویی هستی.
ولی تو ریل دوست داشتنی. روک بهت میگم جلو دوربین خیلی گوهی، خیلی. داشتم داداش بحث مرچ میشه، طرف میاد مثلا میگه مرچ تو گرونه، من مجبورم خب بگم آقا مرچ فلانی گرون نیست چون تخمیه، نمیتونم تعارف کنم که خب مرچ تو هم پابلیک، منم نظر پابلیکمو دارم میگم، شاید نظر تو مرچ منم تخمی باشه، میشه میگم نظر دیگه آقا. نمیدونم شما تو استریم فلان حسین گفتی به نظرم کانتنت امیرعلی تخمیه، نظرتو گفتی بود، من نظرمو میگم. داش دشمنی چیه؟ میگه واقعا جنگ صلیبیه، مثلا فکر کردی الان من تو رو ببینم با شمشیر میزنم؟ دشمنتم میگه تو اصلا الان یه جا بیفتی زمین اتفاقی واسه بیفته من دستم میگیرم کمکت میکنم. توقعم اینه برعکسش همین باشه دیگه. توی خیابون مثلا من ببینم بخورم زمین خوشحال نمیشی که. اگه خوشحال میشی واقعا برو پیش تراپیست. این از این. دوم من تو رو از نزدیک دیدم، خب خانم‌ها خیلی محترم بودین فلان، مگه قبول غیر از این بشه؟ محترمیم دیگه، تو هم محترمی، سلام علیک می‌کنی، والا چطوره فلان. آخر از با خدافظی گفتی بیا این کوچرا رو تمومش کنیم، من گفتم خدا بزرگی، غیر از اینه مگه؟ خب این کوچرا رو تمومش کنیم که میگی چجوری تموم میشه؟ مثلا مشکلات من با تو چیه؟ مشکلات من تو فکریه دیگه، تفاوت عقیده داریم. تو دو تا پسر گی می‌بینی میگی میرم سمتشون که بکشمشون، اینا باید بمیرن. آدم ترنس می‌بینی میگی نجس، من خب تفکرم متفاوته، تو اینا رو پابلیک مطرح می‌کنی، من پابلیک ریاکشن نشون میدم. این از این. حالا از قدیم دشمنتم به قول خودت، چرا قدیم تو مشکل دارم؟ خب آدمی بودی که خودت فکر می‌کردی که مخاطب هایپ کنی دونیت بگیری. یا تفاوت فکری، تفاوت عقیده‌ای، من همچین کاری هیچ وقت نمی‌کنم. نکته بعدی مثلا من برای تو مهمونه برنامه هاتماز من شدی، برای تو هدیه فرستادم، آدرس اشتباه داده بودی، رفت خونه یه نفر دیگه، تخمت هم نبود نرفتی هدیه رو بگیری، هیچ ارزشی برات نداشت، احترامی به من نذاشتی، برات مهم بود نه، رفتی تو استریم یکی دیگه گفتی کانتنت من کوچره. خب می‌بینی رفتارای توه. حالا بحث میاد شده از کانالی که خب میدونید دیگه کیه و چیه، ادمینا و مودریتورهای خودت و اینا، طرف اومده گوه مرچ منو خورده. خب من میام از مرچ کامیونیتی مثال میزنم دیگه، مجبورم برای اینکه یه مثال یه مرچ مزخرفو بزنم، مثلا مرچ تو رو بزنم چون مرچ مزخرفیه، با احترام به طرفدارات و خودت و هر چیزی. مرچ تو مزخرفه، اونی که این وسط به طرفداراش احترام نذاشته و این مرچ مزخرف ساخته تویی، من نیستم که. این باز دوباره این شکلیه داستان، یعنی دشمنی وجود نداره که، تفاوت عقیده داریم، تفاوت سلیقه داریم. امیر حرف مخاطبای خودته، حرف کسایی که چنلت ساب دارن میگن بحث مرچ تو چه ربطی به بیگ اسموک داشت، دارن راست میگن، چه ربطی به من داشت یو گرفتی رو من. ولی من درکت کردم، برات سنی ازم گذشته، یه ذره منطقی تر تو هم. من درکت کردم احتیاجته، چون اصلا تغذیته، احتیاج داری به این. بیا با هم بازی میکنیم، صحبت میکنیم، الان دراما میکنیم، بحث میکنیم، یه سری جو اصلا همدیگه فوش میکشیم، سودش واسه تو. دلیل عصبانیت بد اخلاقی من اینه که واقعا من این قضیه مرچ امیر رو یه گوشه هیچ کاره بودم. یا امیر چرا باید اسم منو بیاره؟ چرا باید به مسخره بکنه؟ آقا مسخره کردن اگه خیلی داستانه. امیر رو من تو استریمت گفتی نمیدونم بیگ اسموک تو هم گوشواره میزنی، تو هم تاتو میزنی، الی فلی بیسار اینجوری داستان ماستان. امیر من طالب ظاهر تو تا حالا چیزی گفتم؟ خدا وکیلی گفتم؟ ناموسن گفتم؟ بگم تا صبح میتونم بگم. قبول کن دیگه، تو هم قبول کن این یکی رو بی خود و بی جهت گرفتی رو من، اشکال نره، منم میگیرم روت. زبون تیز تو هم بلدی جواب بدی، من 10 برابر تو بلدم امیر. بعد این که تو ویدیو بنیامین من با تو رو در رو شدم فکر می‌کردم خیلی آدمه، اصلا ولش کن، پشیمون شدم امیر. هر کسی یه عقیده‌ای داره، ته صحبت هم اینه که آقا به عقاید هم احترام بذاری. تو به عقیده من احترام نذاشتی. خب عقیده تو چی بوده تا الان؟ گفتی من اینا رو حمایت می‌کنم، من تا حالا به تو بی احترامی کردم سر عقیدت؟ نه، ولی تو بی احترامی کردی. من یه سوالی دارم، تو چی کاره این وسط؟ به تو چه ربطی داره بقیه دارن چیکار میکنن؟ یا من چیکار میکنم؟ اره اوره شمسی کوره ایکس ایگرگ داره چیکار میکنه؟ این سوالی بوده که 5 6 سال همه ازت دارن و تو چی کاره ای امیر که دخالت میکنی؟ می راجع به همه چی نظر میدی، می راجع به همه چی به قول معروف چه بدونم کامنت تو میذاری، لایک تو میکنی، دیسلایک تو میکنی، چی کاره ای امیر؟ منتقدی؟ بس اسمت بذار منتقد، نذار استریمر یوتیوبر. برو بردار اون کریتور بالای اینستاگرام تو داداش. اشتباهی، کلا اشتباهی از نظر من. کسی نیستی تو این وسط امیر بخواد راجع به همه نظر بدی. کاش بس کنی امیر، تو هم میتونی آدم محبوبی باشی، بس کن. این شکلیه دیگه کامیونیتی شما، این وحشی گنگ مود جر میدیم، پسری که نمیدونم آرایش میکنه و ننشو باید فلان کرد یا رو این فازه اصلا چیزی که خب چون طرف خودت تو صورت میگیره تو استریمات و رفتارهای تو، طبیعی که از سوی مخاطب تو هم اتفاق بیفته، چون مخاطب اگه با این چیزا حال نکنه خب تو رو بیخیال میشه و طرفدارت نمیمونه دیگه، وقتی میمونه یعنی همون تفکر رو دوست داره. و ما اینجوری نیستیم، ما این شکلی نیستیم، ما متفاوتیم. به قول خودت وقتی ما رو دیدی، من خانمم رو دیدی، محترم بودیم، مهربان بودیم، ما رفتارمون این شکلیه خب و متفاوته. حالا تو اگه میخوای با هم اوکی باشیم، ما رفیق باشیم، تو هم باید این شکلی باشی، تو هم باید محترم باشی، با محبت باشی. من به عنوان یه همکار تو یوتیوبر دیگه نمیتونم مثلا به ویدیوهای
مثلا تویچ فارسی کلیپس ریاکت میدم، بعد مثلا میبینم اونجا یه کلیپی هست، مثلا ایران حواشی ریاکت میدم میبینم اونجا کلیپی هست، کلیپ رو وا میکنم علی بیگزموک داره مثلا یکی بولی میکنه، یکی توهین میکنه، تهدیدش میکنه. خب من موردش نظر مخالفمو میگم، بعد پیشه بعد برمیخوره. خب آدم مثل تو فکر نمیکنه، آدم متفاوت فکر میکنن و این معنیش نیست که دشمن تو من. ببین تو مثلا پا میشی میری خریدای سایت تو به طرفدار تحویل بدی حضوری، جلو خونه یارو سیگار میکشی، میگی برو خونه تو مشروب بیار، پسر اصلا زیر 18 ساله، برو خونه تو مشروب بردار بیار فلان. اصلا اینا چیز، من میتونم از هزاران رفتار بسیار غلط مثال بزنم در تاریخ کامیونیتی. خب وقتی تو میگی دارش بیا مشکلاتو حل کنی، بیا مثلا میگی امیر عزت داداش بیا این کوسچرا رو تمومش کنیم، ولی میگه میخوای این کوسچرا رو تموم شه داداش این کارا رو نکن، قول میدی این کارا رو نکنی. میفهمی چی میگم؟ و این معنیش نیست دشمنمی، باید مخالفم و مخالفتمو اعلام میکنم، هر جایی که احساس کنم رفت غلطه اعلام میکنم، چه تو چه هر کس دیگه ای. چون من میبینم چه تاثیر منفی رو خیلی از افراد داری و نگران اون تاثیر منفی هم و به اون تاثیر منفی اهمیت میدم و از سمت خودم همه تلاشمو میکنم که اون تاثیر منفی تو رو با تاثیر مثبتم خنثی کنم. تو سوالت اینه میگی امیر عزت میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینه که من اصلا هیچ بحثی نبودم، استمان کشیدی وسط. خیلی ساده است. اسم تو این کارو چند ساله داری با من میکنی؟ میگم همین مثالش همین 1 ماه پیش 2 ماه پیش رفتی تو استریم فلیم حسین کاملی گرفتی رو من، در صورتی که اصلا من بحثم درامم همه چی با فلیم حسین بود، اسمی از تو وسط نیومده بود. تو خودت رفتی تو استریم فلیم حسین کلا کوسچر گفتی. برای تو و کسی که تو رو دوست دارن اصلا نباید سوال پیش بیاد، این کارو تو بارها با من کردی. حالا الان اسمت مثلا من اسم تو آوردم وسط دیگه، برای تو چیز عادی نیست. من نمیفهمم تجربه از چیه. ولی اسموک من که خودم دونیت فکر نکردم مخاطبم گول بزنم دونیتم کنه، این چیزی که خودت گفتی دیگه هنوز هست ویدیوش. من که نمیدونم به دروغ بگم رفتم ورزش کردم لاغر کنم بعد یه سال بیام بگم آقا کوسچر گفتم عمل کردم. تو با مخاطب دروغ گفتی بارها و بارها، خودت قبول کردی دیگه، غیر از اینه مگه؟ الان باز داری دروغ میگی، فرق نمیکنه که، پس فردا هم دروغ میگی. من دارم در مورد ارتباط مستقیمی که با هم داشتیم خیلی ساده صحبت میکنم. آقا علی بیگزموک تو دنبال اینی که با هم دیگه خوب باشیم، بیا ساده توضیح بده. ما اون تایمی که با هم اوکی بودیم به هم دیگه احترام میذاشتیم، مشکلی هم با هم نداشتیم، اومدی برنامه هاتموز من به عنوان مهمون آدرس اشتباه دادی، من برای تو هدیه فرستادم احترام گذاشتم بهت، هدیه معرفی آدرس اشتباه، چرا به یه برات نگرفتی؟ بی شعور بودن تو توضیح بده دیگه. آقا من امیر عزت ریدم داشت شهروندت مسخره میکنم، اینقدر معرفت داشته باش دیگه. یعنی من معرفت داشتم برای تو هدیه فرستادم دیگه. فهمی چی میگم؟ تو جاهایی که با من ارتباط مستقیم داشتی جز بی احترامی و بی ادبی و ضرر برای من نداشتی که، غیر از اینه مگه؟ حالا جایی که بهت مربوط نبوده مثل همین قضیه ما پیش تو استریم رفیقت اومدی باز با من بی احترامی کردی که بماند. تو میگی نمیدونم تو اوپال بودم پسره داشت اون یکی پسره رو مثلا لپشو ماچ میکرد، به مولا رفتم زدم زیر گوشش گفتم یه بار دیگه اینجا ببینم تو سرتون رو میبرم. این حرفی که تو زدی دیگه واقعا نظر من اینا اصلا انسانی نیست، غلطه، آموزای بد داره واسه مخاطب. من واقعا تلاش میکنم که به مخاطب بگم آقا این غلطه، سمت همچین آدمی نباید برید، از نظر فکری فکر خودتون داشته باشید. بله علی بیگزموک قطعا کانتنت جذابی داره، قطعا استریم جذابی داره که طرفدار داره، مگه میگه مثلا تتلو هزاران رفتار غلط داره ولی قطعا موزیکای خوبی داره که طرفدار داره. چی میگم؟ ولی من همه تلاشام میکنم اون سایدی که درستم به بقیه نشون بدم از نظر خودم، که عذاب وجدان نگیرم پس فردا که چیزی نگفتم، میدونستم و سکوت کردم. من اینجوریم. یه کاری کنیم ببینیم تو چقدر صادقی. تو گفتی درآمد 3 ماه اخیر یوتیوب شده $0 دیگه، میشه یوتیوب استودیو کانالاتو نشون بدی؟ بیگزموک استریم و بیگزموک اصلی ببینیم $0 هست یا نه. مخاطب صادقی دیگه. من این تازگی شنیدم که گفتی $0 درآمد من، فهمیده که همه مخاطبام از ایرانن و $0 درآمد دارم و فقط $30-40 دونیت هایی که شدم تو یوتیوب برام ثبت شده. میشه نشون بدی اینو؟ یوتیوب استودیو تو همین تو ویدیو مسیج نشون بده. من بعدش که تو آدم رو راستی نیستی و با آدمی که از نظر من صداقت نداره، مطمئن نیستم شاید اشتباه کنم ولی از نظرم صداقت نداری، با آدمی که صادق نیست نمیتونم رفاقت کنم، نمیتونم خوب باشم باش. جدا از اینم از نظر فکری تو آدمی هستی که میگه یه پسری آرایش کنه میرم میکشمش میذارم زیر گوشش فلان. من اصلا این مدلی تو مغزم مثلا میدونی فرو نمیره همچین تفکری و با این مدل آدما هم نمیتونم رفاقت کنم یا اصلا اوکی باشم. خب من نمیتونم سکوتم بکنم، یعنی این طرز فکر رو بشناسم. اگه الان بگم تو ویدیو بنیامین بود، اگه تو مثلا اونجا در مورد مسئله مشابه صحبت می‌کردی و مثلا من تو اون جمع بودم تو اون صحبت بودم، قطعا اونی که سکوت نمی‌کردم مخالفتش رو اعلام می‌کرد من بودم. آدم اهل بحث اهل گفتگوام و ادا در نمیارم که نداداش عاشقتم و فلان و شمیبی بغلم و اینا. نه که تو هم داری میگی من دونیت فیک زدم. آقا امیر کسی نتونه ثابت کنه این کارو، پس داری تو این الکی میزنی. ویو فیک کسی نتونه ثابت کنه، تهمت الکی داری میزنی. هاتموز هم آدرس اشتباه بدم. آره عزیزم بده اعتماد نداشتم، برای چی آدرس خونه‌مو به تو بدم؟ مشتی حالا تو من آدرس خونه‌تو شاید داده باشی واسه اون ویدیوت هم که حال نکردم بیام، خودت هم فهمیدی حال نکردم بیام که سر همون منو فالو کردی. درسته آقا من به تو اعتماد نشم، آدرسم حال نکردم بدم. بعد جالبه تو اون موقع بهت برخورده، تازه الان داری به زبونت میاری. انقدر تو خودت نگه داشتی، انقدر آدم کینه‌ای، انقدر آدم نمیدونم. امیر باید بس کنی این رفتارات فوق العاده بچگونه است. تو داری مردی خانواده میشی. قبول کن هیچی از خودت نداری، قبول کن که مخاطبی برای خودت نداری.
داری یا تک و توک مثلا 4 5 تا دونیتور بودن و حالا 100 تا اینطورام ویورت بودن، حالا اونم شاید به خاطر طرز صحبتت فیس تو اینا مثلا این داستانا با تال کنم پیشت موندن. حالا از اون 4 5 تا دونیتور ثابتی هم که داشتی خودمونم در جریان، خودت هم در جریانه که چی شد دیگه تهش گرفتار شدی داداش. کاری نداریم. نکن امیر این کارا رو با من نکن. با من بحث الکی و مسخره راه انداز راجع به توهین کردن تهمت زدن حرف نزن. مگه خودت نبودی 4 سال پیش تو استریم گفتی آره علی بیگزموگ نمیدونم با این دونیتی که کردی میرم صدف میخرم تو سواحل ترکیه میشاشم رو صدف، نمیدونم با شاشم اسمت رو ساحل مینویسم. به شوخی و خنده گفتی ها، ولی منم به شوخی و خنده واقعیت‌ها رو به تو گفتم. ناراحت شدی، بچه‌ها به من زنگ زدن گفتن نکن با امیرعلی بچه خوبیه گناه داره. یادت نره اینا رو امیر. اگه قرار برگردیم به گذشته، منم گذشته دارم بگم. اونی که این وسط اومده یه مرچ لیمیتش 5 میلیون در نهایت فروخته تو بودی. اونی که خراب کرد تو بودی. اونی که اومد لابلای این که دید همه، حالا من به اصطلاح میگم مخاطبات، به اصطلاح دارم میگم، حالا شاید واقعا مخاطبات باشم، اومدن رو تو گرفتن و با تو بحث راه انداختن که چه خبره، همچین چه بدونم قیمتی گذاشتی واسه یه دونه تیشرت مونده و اینا. اون تو بودی، رو تو گرفتن. یهو این وسط رو من گرفتی. الانم کلی وایس، من وایساتو خدا به سر شده 2 دقیقه‌شو گوش کردم، واقعا گوش نکردم چون خیلی کار دارم. همون 2 دقیقه گوش کردم، جواب 2 دقیقه رو میدم. واقعاش هم فکر نکنم بتونم امشب گوش بدم، شاید فردا گوش بدم. تو گند زدی امیر، به منم هیچ ربطی نداشت گندی که زدی، یهو من رو من گرفتی. اگه داری تی وای فارسی رو میگی که مودریتور منه، نداداش گل من هر کسی که فالوش داشته باشم یا هر کسی که بشناسم و توی یوتیوب چون وی آی پی نداریم مجبورم مودریتوری بدم. بهشون مودریتوری دارم، ایشون مودریتور من نیست، حق نداره یه چت دیلیت بکنه برسه به بند کردن. این یه پیج بی‌طرف امیر. موقع خدافظی من اومدم به تو گفتم بیا این قضیه و بچه بازی‌ها رو تمام کنیم، تو در جواب به من گفتی خدا بزرگه. جون مادرت، جون خانومت گفتی خدا بزرگه، یا به من گفتی آره حتما، که من به تو گفتم بیا استریم بذاریم قضیه رو تمام کنیم، گفتی آره حتما، گفتی خدا بزرگه. اصلا با عقل جور در میاد. یه دقیقه واسه تو داداش بیا مسخره بازی‌ها رو تمام کنیم با هم دیگه، جمعش کنیم بره. خدا بزرگه، خدا بزرگ. این جوابه. اصلا تو به نظرت اگه تو اون لحظه به من گفتی خدا بزرگه، دیالوگ من تو تمام میشد، ادامه پیدا نمی‌کرد؟ داداش آفرین. دارم توی کامیونیتی فعالیت میکنم که به قول تو همه میتونن نظر بدن. نظر دادن با خوردن خیلی فرق میکنه. تو نظر نمیدی امیر، تو واقعا نظر نمیدی. اصلا یه چیزایی میگی که انگار دنبالشی، دلت میخواد بحث و دعوا را بندازی. تو رو قرآن دور و برت رو نگاه کن امیر، چند نفر با تو حال میکنن از همکارا، چند نفر از کانتنت کریتورها با تو حال میکنن امیر؟ خیلی محدودن. با کیا در ارتباطی؟ خیلی محدودن. کجا حسابت کردن؟ خیلی محدودن. من تا حالا حتی یه دونه محتوا هم ندیدم. چرا رینبو 6 بازی کردی ها، ولی خیلی فرق داشته با زمانی که راجع به یکی دیگه صحبت می‌کردی. اعداد ارقامو میگم. امیر راجع به محتوا تو صحبت نکن. من یکی اجازه اینو دارم که به تو بگم تو راجع به محتوا صحبت نکن. اجازهشو نری. خوبه منم از این بیام راجع به تو نظر بدم. هر موقع کلمه محتوا رو به زبون آوردی سری بپرم تو چنلم، تو اینستاگرام، تو استریمم، بپرم بتوپم به تو، از تو ایراد بگیرم. بگم امیر تو حق نداری راجع به محتوا صحبت بکنی. چون تو اصلا تولید کننده محتوا نیستی، تو تولید کننده درامایی، تولید کننده بحثی. هم مخاطب بیشتری دارم، هم فن بیشتری نسبت به تو دارم. اینکه یکی میاد به تو از نمیدونم تلگرامت، اینستاگرامت فوش میده، اینا واقعا تقصیر من نیست، درخواست من نبوده و بابت این موضوع فوش ناموسی کسی بهت داد، من اینجا ازت عذر میخوام. از طرف هر شخصی که به تو فوش میده من عذرخواهی میکنم. اینا تقصیر من نیست. به هر حال همه جا هست همچین آدمی. از طرف تو خدا رو شکر من تا الان یه تعداد خیلی انگوش شماری مثلا فوش خوردم، اونم که مثلا تو دایرکت و چت و اینا صحبت کردم منطقی باشون قانع شدن و فوشاشون رو پس گرفتن. پس تو هم جایی که بیا عکس اون بنده خدا رو بذاری تو چنلت، به نظر من بیا باشون منطقی صحبت کن، قانعشون کن. اون جایی که باید من خودمو ثابت کردم. آدم شوافری هم نیستم بیام بگم من این کار خیر رو کردم، من اون کار خیر رو کردم، من اینجوری حال دادم، به اونجوری حال دادم. به عنوان مرچ آخرت بیای 5 میلیون بفروشی چون آخرین لیمیتته. 5 میلیون امیر، 5 میلیون در آوردن پول راحتیه. میدونی چند تا مخاطبا آرزوشونه که مرچ من تو رو بپوشن؟ مخاطبای تو خیلی دوستان مرچ تو رو بپوشن، مخاطبای من خیلی دوستان مرچ منو بپوشن. انصاف بود به عنوان آخرش 5 میلیون بفروشی. اینجا هم خراب کردی، گفتی دم خونه مخاطب، گفتی برو مشروب بیار و فلان بیساره بیار این داستانا. اون که لایو استریم نیست، همه چی لایو باشه، ویدیو یوتیوبه. قبلش که به طرف زنگ میزنم میخوام برم جنسشو بهش تحویل بدم تو اون ویدیو، بهش میگم این موضوع رو داری اوکی که تو ویدیو همچین چیزی باشه، بسم الله. من میام جلو دور میزنم به تو اینو میگم، تو هم داشتی بردا بر من بیار، اونم میگه اوکی. همین خیلی عقبی. میدونی الان مشکل کجاست؟ الان بهت حق میدم چون تولید محتوا تا حالا نکردی، بلد نیستی. ببین منم تمام تلاشمو میکنم هیچ نوجوانی شبیه تو نشه که نگاهش دنبال کار این اون باشه. اصلا دوست ندارم کسی شبیه تو بشه. منم تمام تلاشمو میکنم نوجوان عین من بشن، دنبال پیشرفتشون باشن، دنبال رشد بودن باشن، دنبال این باشن که آقا اینا چه کاری تو زندگی درسته. منم هیچ اصلا دوست ندارم کسی شبیه تو بشه. فکر کنم مثلا یکی شبیه تو بشه چی میشه؟ این داره چیکار میکنه، اون داره چیکار میکنه، اون داره چیکار میکنه. من برای راجع به همه نظر بدم. منم نمیذارم کسی شبیه تو بشه. چون اصلا شبیه تو شدن دیگه تمومه دیگه. هیچ کی رویش کی بند نمیشه داداش. منم نظر خودم تو مجازی میدم. یا آقا گول نکشید، مغزتون رو میپاچونه. میخواید بخورید، زیاده روی نکنید. دختر مردم بازیچه دست شما نیست، مسخرهش نکنید. منم خوش آموزیامو داشتم ولی تا خوش آموزی از تو ندیدم. من فقط از تو دیدم که میای نظر میدی، میگی این داره این چی کاری که میکنه اشتباهه، تو شبیه این نشو. به نظر من هیچ کی نباید شبیه تو بشه. آخرین مرچ تو باید 5 میلیون میفروختی.
به کسایی که دوستت دارن. تو واسه کسی که دوستت هم داره ارزش قائل نیستی، تو واسه کسی هم که عاشقته اونم به چشم چی میگن پول دیدیش طرفو. خودم هم گفتم آره آدرس اشتباهی بهت دادم چون اصلا آدم قابل اعتمادی نیستی. تو هم حالا فرستادی رسید به خلق الله. آدرسی هم که فرستادم خیلی چرت و پرت نبود، آدرس یکی از خونه بچه‌ها بود. رسید به دستش گفت لیوان امیر. آره آقا این کارو کردم. دیدم دو تا پسر وسط یه مجتمع تجاری دارن هم لب میگیرن. خانواده، بچه، همه چی هست. دختر و پسر وسط پاساژ هستن دیگه لب بگیرم، من میرم میزنم زیر گوششون. آره امیر زدم زیر گوششون. دست و پاشونم میشکنم ببینم دو تا پسر دارن هم دیگه توی یه مجتمع تجاری که همه جور آدمی میرن میان لب میگیرن، میزنم تو گوششون. حالم بد میشه اینا رو میبینم. ذات من کثیفه، من آدم ترسناکی ام، میزنم تو گوششون. تو همین الان رفیق صمیمیتم لب بگیری زیر گوش جفتتونم میزنم محکمم میزنم. تو الان با گفتن این تو چنل خواستی چی رو ثابت کنی؟ بگی بیگزمو آدم بدی، آدم عوضیه؟ هستم تا ابدم هستم. هر موقع ببینم دو تا پسر دارن توی مکان عمومی هستم لب میگیرم میزنم زیر گوششون، پاشونم میشکنم. برگشتی گفتی نظر من انسانی نیست که بری بزنی زیر گوش مثلا دو تا گی که دارن وسط پاساژ هستن دیگه لب میگیرن. ها انسانی اینه که مثلا وایس این دو تا لبو بگیرن یهو وسط پاساژ بکشن پایین برام دیگه یه ساکم بزنن دیگه داداش. تو هم براشون دست بزن بگی هی قربون اون عشقتون برم من، چقدر عشقتون پاکه. امیر چی داری میگی؟ داش بچه داره اونجا رد میشه. یه بچه ببینه دو تا سیبیل دارن هم دیگه لب میگیرن اوکیه برات، تو وای میسی دست میزنی؟ در من 2 ماه اخیرم آدم ناله کنی نیستم. خودم هم نخواستم نشون بدم که بگن داره ترحم میخره و اینا. خدمت شما امیر. بفرما. اینی که آنگوینگم حتی 0 شده عزیزم. آره یه ماه من $11,000 درآوردم سر دایورتیک و ویدیوهای ماشین. اینم خدمت شما. کارت خیار نیست یکی بخوای درآمدش نشون بده برای اینکه خودت بخوای ثابت بکنی. تو اینقدر دروغگویی میگی آره من آدرس غلط دادم چون بهت اعتماد نداشتم، ولی آدرس خیلی غلطه ندادم، آدرسی که بچه‌ها بود. به من اعتماد نداشتی، آدرسی که رفیقات دادی. یعنی به من اعتماد نداشتی، واسه رفیقات دادی. به نظرم رفیق نباید اعتماد داشته باشه. این مورد اول. مورد دوم اعتماد نداشتی. مثلا بعد هدیه اسپانسر رو بفرستم، بعد به دروغ میگی که یه ماک فرستادی. من داشت یه سکه پارسیان فرستادم، یه دونه تابلو برات فرستادم که عکس روش بود، یه ماک فرستادم که عکس روش بود. بعد اصلا برای اینکه باز ثابت کنم که چقدر دروغگویی، خب برای رفیقت فرستادم. بعد رفیقت انقدر اعتماد نداشت بگه که یه سکه پارسیان توش بوده، فروخته پولش استفاده کرده. بعد اصلا یه مورد دیگه به دست رفیقت رسیده دیگه، به من اعتماد نداشتی. بعد که دیدی هدیه و کادوئه باز تشکر نکردی، باز نگفتی داشتم میدمت کردم، باز طرف نگرفتیش. خیلی دروغگویی. برای تو هدیه فرستادم نمک نشناسی کردی. ما سیستم فکریمون متفاوته دیگه. میگه دختر پسرم از هم لب بگیرم میرم میذارم زیر گوششون. ما سیستم فکریمون با هم متفاوته. علی بیگزمی و من نمیخوام بگم تو آدم بدی هستی، بچه‌ها فردا علی بیگزمی رو آنفالو کنید، بیاید منو فالو کنید. اصلا این حرفی که خودت احمقانه است. برای تو عذرخواهی کردن خیلی چیز دم دستیه چون زیاد اشتباه می‌کنی. میگم مثلا بعد فوش مادر دادم 5 ثانیه بعدش عذرخواهی کردم. دمت گرم. می‌دونی مثلا اینه، مثلا اینکه خب تو اصلا فوش مادر نباید میدادی که 5 ثانیه بعدش عذرخواهی کنی. من این شکلی ام انجام نمیدم که عذرخواهی نکنم. چرا عصبی میشی داد و بیداد می‌کنی؟ بچه داره اونجا رد میشه. حالا بچه از تو استریم تو هم رد میشه، بدترین فوش‌ها رو میشنوه، تشویق به مصرف الکل و مواد و هزاران کار دیگه هم میشه دیگه. اونجا اگه غیرتت باد نمی‌کنه داد بیداد کنی، حالا یه دختر پسر لب بگیرن دست و پاشونو میشونی. اوکی علی بیگزمی آروم باش، ریلکس باش. یعنی کودکانه توی پاساژ نباش. خودشون پدر مادر دارن، اون کودک با پدر مادرشونن و نیاز به هر برخورد و گزارشی باشه اون انجام میدن. تو نمیخواد بودویی بدی دست و پاشونو بشونی با غیرت مشتی. شما هم که مخاطب 15 سالت میاد از خونه پایین خریدشو تحویل بگیره، نگی بهش برو بالا مشروب واسم بیار و جلو خونه‌شون سیگار نکشی، لطف کردی به ما. شما جیب ما رو نزن، ناهار شما پیشکش. علی بیگزمی یه چیز خیلی ناراحت کننده میخوام بگم. ببین تو واسه اینکه تصور کنی در یک درامایی مثل این دراما داری برنده میشی، روی ناآگاهی یا بیسوادی دسته‌ای از مخاطبات حساب باز میکنی. مثلا میگی که من بهشون میگم که آدیداس $30 تیشرت امیرعیزه رو داشته میده 5 میلیون تومان. خب بعد یه عده‌ام که خب طبیعتاً خب آگاهیشو ندارن یا سوادشو ندارن میگن که راست میگه تیشرت آدیداس $30 امیرعیزه مگه داره آدیداس میفروشه که انقدر. من برای اون دسته از مخاطب فعالیت میکنم که روی آگاهی و باسوادیش حساب باز میکنم و اگه ببینم ناآگاهی یا بیسواده سعی میکنم آگاهش کنم و به سوادش کمک کنم. این تفاوت من و توه. حالا چرا مرچ من 5 میلیون تومان بوده؟ داستانش چیه؟ اولا که من از 200,000 تومان تو مرچم هست برای کسایی که طرفدار منن و منو دوست دارن و دوست دارن یه یادگاری از من داشته باشن که بودجهشون 200 تومان باشه میتونن داشته باشن. تیشرت 1,200 هست، 1,300 هست، 1,500 هست و این تیشرت لیمیتد هم 2,500 بود و به خاطر لیمیتد بودنش. اونایی که آگاهن و سوادشو دارن میدونن که لیمیتد ها گرونترن و به چه علت. اونایی که تیشرت منو خریدن و میدونن هزینه
باکس و مسائلی که داشتی که تو اصلا نمیدونی چی هست، تیشرت میذاری مشمع میدی، چرا اون تیشرت رو به اون قیمت میرسونم که هیچ. اما چرا این تیشرت آخری 4 میلیون تومان شد و در آخر 5 میلیون تومان شد؟ دلیلش این بود که تیشرت های لیمیتد ما یه عددی داشت، مثلا 30 تا دونه. یه دونه از تیشرت ها توی یه مسئله محاسباتی حالا که توضیح میدم، توضیح دادم، اشتباه محاسبه شده بود، یعنی رو دست ما مونده بود و فکر کنیم دادیم. بعد ما گفتیم آقا این تیشرتی که حالا مونده، یعنی از تیشرت های لیمیتد یه دونه تیشرت مونده، این یه دونه ویژه است، یه کسی میخره 4 میلیون تومان که مبارکش باشه، یا نمیخره میمونه تو موزه موزلند. و که این رفیقت مودریتورت اومد داستان کرد که آه امیرعزت فلان، آخر سرم اومدن 5 میلیون تومان خریدنش. بعد تو میگی که مخاطب تو که پول نداره گناه داره فلان. حالا علی بیزموی اصلا ما فرض میکنیم در دنیای خیالی که تو ساختی فروش تیشرت لیمیتد 5 میلیون تومانی کلاهبرداریه و داری مخاطب آزار میدی و حقشو میخوری. خب منم مثل تو هم دیگه 3 سال دیگه 4 سال دیگه عذرخواهی میکنم. چطور عذرخواهی تو قبول، عذرخواهی ما قبول نیست؟ تو آگاهانه سرشون کلا میذاشی، منم آگاهانه دیگه. حالا 3 سال دیگه عذرخواهی میکنم، بذار فعلا صندلی گیمینگمو بخرم. امیر قبول کن خراب کردی امیر. تا الان درآمدم به هیچ کس و هیچ جایی نشون ندادم، هیچ کی هم ازم درخواست نکرده بود که نشون بده، ثابت کن، حرفتو ثابت کن. توش من ثابتامو شدم به کسایی که باید و شاید، به مخاطبم، به فنام، به کسایی که واقعا دلی دوستم دارن، به اون ثابت شدم. هر چی بگم و میدونن دارن راست میگم. اگرم دروغ بگم 1 ساعت بعد میگم کانتنت بود، به این دلیل دروغ گفتم، ببخشید. کارت خیلی اشتباه بود. اونی که گند زده تویی، اونی که اومده یه مرچ لیمیتش 5 میلیون فروخته تویی، بی خود و بی جهت اومدی رو من بگیری که از سر خودت باز بکنی این قضیه رو. حرفاتم درسته، میگی خودت دونت فیک کردی و رفتی صندلیتو خریدی، کیسو خریدی، فلان خریدی، بیسار خریدی. تمام این حرفا درست، ولی من عذاب وجدانشو گرفتم، با کار خیر جبرانش کردم. خودت هم دیدی دیگه، 100% دیدی دیگه. خیلی کار خیر کردم، خیلی. یعنی الان بخوام بگم قشنگ 3 تا ویدیو مسیج به سر بچه‌ها درد نمیاد. تو کانال یوتیوبم خدا رو شکر مدرکاش هست، چیزی که تو نداری. اون دونیتایی که داری میگی مال 7 سال پیش، 8 سال پیش تو آپارات منه. 8 سال داری این بحثا رو پیش کسایی راه میندازی که 8 سال پیش اصلا نمی‌دونن استریم چیه، این داستانا چیه. بحثی که من الان با تو دارم بحث الانه، بحث 1-2 روز اخیره. چقدر مگه باختی تو این بحثی که داری برمیگردی به 8 سال پیش؟ منم میتونم برگردم به 4 سال پیش تو، 5 سال پیش تو، 6 سال پیش تو که چی کارو کردی، ولی نمی‌کنم این کارو. من مثل تو نیستم. من آدم رک و منطقی ام، آدم دیوسی نیستم. اون هودی واسه خودم خریدش میافتاد 590,000 تومان با چاپش و خود جنس و اینا. چرا حالا انقدر گرون؟ چون تعدادش محدود بود. تعداد زیاد اگه می‌خواستم واسه میافتاد 300 تومان، ولی خب تعداد زیادش بالای 500 تا دونه بود. من 100 تا دونه سفارش داده بودم. حالا قیمت فروشم چقدر بود خودت میدونی. بعد اومدی ایراد گرفتی ازش، گفتین جنس آشغاله. من یه قیمتی ارائه دادم که همه مخاطب‌ها بتونن تهیهش بکنن، نه فقط اون قشری که توان مالی خوب دارن. میفهمی منظورمو؟ قیمتای خودت تو سایتت هست، برو ببین چه قیمتایی گذاشتی. اوکی میگیم خیلی اومدی کیفیت و کوالیتی خفنی زدی، کلی آپشن کنارش گذاشتی، ولی لیمیتر رو 5 میلیون فروختی امیر. تیشرت اوکلی من خریدم تازه 2024 شو، تازه اونم تو ایران خریدم، نرفتم اونور بخرم ارزون تر واسم در بیاد. تیشرت اوکلی برند خفن، اولاغ، اصلا بهترین جنس، بهترین برند. اونایی که اوکلی بشناسن میدونن چه برندیه. تیشرت رو خریدم من 1.5. تیشرت تو چی بوده؟ نخ طلا بوده؟ چرا 5 میلیون به مخاطب؟ ببین اگه این نمایشگاهی یا این املاکی‌ها به غریبه فرو می‌کردی، هیچ دخالت هم نمی‌کرد. تو به مخاطبت فروختی، به کسی که تو رو به این جایگاه رسونده فروختی. میفهمی؟ واسه استریمرها و یوتیوبرها حتی خارج کشور تو حاضر شدی مجانی مرچ تو بفرستی، مجانی بفرستی مثلا به یه کشور غریب. خب مجانی ها بفرستی که اون برات استوری بذاره یا بیاد از جنس تو تعریف کنه، ولی به مخاطب خودت حاضر نشدی مجانی بدی. نه مگه اون استریمر تو رو به جای رسوند؟ مگه اون یوتیوبر تو رو به جای رسوند که براش مجانی فرستادی که بیا واسه تو استوری بذاره؟ ها دوست داشتم اینو بگم. آخرین باری که به مخاطبات حال دادی کی بوده؟ گیو اوی، کافه رفتن، ایونت گذاشتن، از نزدیک دیدنشون. ها اصلا آخرین باری که به یه مخاطبت حال دادی کی بوده؟ آخرین باری که تولد مخاطبت رفتی خونش، حالا ویدیو یوتیوبش هم نکردی ها، اگه نکردی بگو به ما. من کردم که دو بچه‌ها ببینم من همچین کاریو میکنم، بیان به من دایرکت بدن تولدشون نزدیک برم خونه‌هاشون. کی آخرین بار به یه مخاطبت حال دادی؟ یه گیو اوی بدون اسپانسر گذاشتی واسهشون؟ کی؟ ها من تا حالا ندیدم مخاطبت حال بدی. فقط فکر جیب خودتی. حالا برو یه سر به کل محتوای قدیمی من بزن، محتوای همین الان من بزن، برو یوتیوب من بچرخ، استریم من نگاه کن. یه ذره هوای مخاطباتو باید داشته باشی، باید بری پیششون، باید نزدیک ببینیشون، باید تعامل باشون داشته باشی. پس امشب نتیجه گیری کردیم دیگه. علی بیزموگ برام فوش مادر داده، زیر 10 ثانیه عذرخواهی کرده. علی بیزموگ بله دونیت فکر می‌کرده، مخاطب گول می‌زده که برن دونیتش کنن، هایپشون کرده و اینا، ولی خب عذرخواهی کرده.
علی بیگزموگ خیلی کار اشتباهی کرده ولی خب عذاب وجدان گرفته و جبران کرد. علی بیگزموگ کار خیر میکنه، به خیریه ها کمک کرده، آشغال های جاده های شمال رو جمع کرده و علی بیگزموگ برای مخاطب‌هاش احترام قائل. داداش رزومه داری چیز میکنی رو مخاطبایی که از سمت من دارن میان سمت حساب باز کردی، جذب فالوور داری میکنی، چیکار داری میکنی؟ یعنی چی؟ من ایونت میذارم مخاطبم من نزدیک میبینم، تو ایونت نذاشتی، میرم شهرهای مختلف میبینمشون. داداش حالا اینا تموم شده، چه راجع به موضوع اصلی صحبت کنیم؟ این وقتی من راجع به تفاوت فکری و عقیده‌مون با هم صحبت می‌کنم دقیقاً به همین نتیجه میرسیم. ببین علی جان، تفاوت من و شما اینه که شما عقیدت برای اینه که یک مرج بی‌کیفیت تولید می‌کنم که مخاطبای بیشتری بخرن و خب من قاعدتاً سود بیشتری کنم. خب من توی نگاه متفاوتی ام. من ارزشی که برای مخاطبم قائل ارزش بالاتریه. من میگم مخاطبم یادگاری با ارزش تری رو به دست بیاره. به مخاطبم آشغال نمیدم. مثلا ببین میتونم از اینا روش بنویسم امیرایزه یا واسه باباتون چطوره، اینا رایگان بدم بهشون، ولی پیش خودم میگم آیا جایگاه مخاطب من اینه؟ مثلا جاسویچی دونه 3000 تومانی که برای شرکت‌ها میزنن رو روش بزنم امیرایزه بهشون رایگان بدم؟ نه، این کارو نباید بکنم، درست نیست. من پیش خودم میگم نگاه میکنم لویی ویتون وقتی یک محصول لیمیتد میزنه چجوری پکیجینگش میکنه، نمیدونم BTS، نمیدونم بلک پینک، نمیدونم XQC نینجا، اینا مرچای لیمیتدشون رو چیکار کردن، چه جوری فرستادن، داخل چه کارتی گذاشتن، چه شکلی گذاشتن. من نگاه میکنم پارچه خوب چیه، میرم کف بازار میگم آقا آها دو سوزن دو قلاب خوبه، این مدل لوک خوبه، پارچه تیشرت نباشه، پارچه دورس باشه، ایول فلان فلان. بعد سعی میکنم توی اونا قیمت خوبشون رو پیدا کنم، یعنی کیفیت بالا، قیمت مناسب. در نهایت محصولی ارائه بدم که لیاقت مخاطب منو داشته باشه، یعنی اگه میخره و به دستش میرسه بتونه قابش کنه، اینقدر با کیفیت باشه و دمکنی قابلمه‌شون نشه بعد این مدت. مثلا علی بیگزموگ متاسفانه خیلی ناراحت کننده، علی جدی دارم میگم، کارت به یک جایی رسیده که داری بدیهی ترین کاری که هر کسی میکنه مثال میزنی. مثلا میگی تو کی پا شدی و مخاطبت فلان، مثلا بعد میخوای منو تا این میزان از لول بیاری پایین که بشینم برات توضیح بدم. نداشت اینها این عکس من با دمت گرم تو شهردی ما نکردی، من اصلا هیچ مثالی نمیزنم، هیچ کاری نمیکنم. دمت گرم بچه‌ها. علی بیگزموگ به ادامه رزومش اینو اضافه کنید که داخل فود کورت نشسته و غذای بچه‌ها رو حساب کرده. علی بیگزموگ جان شما آدم خیلی خفنی هستی، دمت گرم. به هر حال تفاوت‌های بسیار زیادی هست بین من و تویی که 2 سال پیش نمیدونم من 2 ماه کجا بودم، موقعی که تو 2 ماه زیر تیغ عمل جراحی بودی. تفاوت‌های بسیار زیادی هست. آرزوی موفقیت میکنم واسه و همچنان اگه من چیزی از نظرم اشتباه باشه حتما تو استریم تو جای مختلف اشاره میکنم بهشون. با دشمنی ندارم و امیدوارم که یه روزی از رفتارهای امروزتون پشیمون بشی. ان شاءالله تو این 3 سالی که قراره بگذره واسه تو که مرچ تو 5 میلیون فروختی به مخاطبت، بتونی تو این 3 سال یه جوری محتوا تولید کنی، یه جوری رفتار بکنی که بچه‌ها همچنان، منظورم بچه‌ها مخاطباست، همچنان کنار تو باشن، به قول معروفی دوست داشته باشن، نگات بکنن. به هر حال اون روزی میرسه که کسی کاری نکنه و تو نتونی روش بگیری و اون موقع بی محتوا بشی و تو از یاد و خاطرات همیشه از بین بری. به هیچ عنوان هیچ منتی سر هیچ کدومتون نیست. اگه کاری تو الان کردم تا ابد گفتم دستبوس تک تکتون هستم. میخواد 10 سالت باشه، میخواد 50 سالت باشه، 100 سالت باشه، هر سنی داری، هر کسی هستی، هر جایگاهی داری، من دستبوستم داداش. آبجی بیگزموگو تو بیگزموگ کردی. اگه دارم میام ایونتی گذاشتم جایزه دادم، وظیفه من بوده. نه من دنبال رزومه نیستم، من رزومه‌ام جمع، خدا رو شو برو چهله‌مو نگاه کن، رزومه تا دلت بخوام دارم چیزی که تو نداری. نه من دنبال رزومه نبودم داداش گلم. این که داری میگی دنبال چی؟ دنبال اینم که چرا یهو رو من گرفتی بعد گندی که زدی. نگو مرچ من ارزشمنده، مخاطبه که ارزشمنده. یه جوری ارائه بده که همه بتونن بخرن، نه فقط اون قشری که دستشون به پول بازه. پوپولیست بودن علی بیگزموگ دیگه، مثلا میگم مردمی هم دیگه بالا از کار خیریه‌اش گفت و از اینکه من میرم مخاطبم غذا میخرم تو فود کورت و این حرفا. الان میگه مخاطبه که به ارزشمند، اون پارچه تهش کهنه میشه. نه مرچ من ارزشمنده چون قراره به دست مخاطبم برسه علی بیگزموگ، چون داره براش پول خرج میکنه، چون داره براش هزینه میکنه، پس باید ارزش اون هزینه رو داشته باشه، باید یادگاری با ارزش باشه. مرچ من نباید کهنه بشه، مرچ من باید قاب بشه، مرچ من باید وقتی طرف سنش رفت بالا پشیمون نباشه از اینکه یه روز طرفدار من بوده و خریده، برای نوش برای بچه‌اش با افتخار نشونش بده. یه روزی یه یوتیوبر خفن بود، یه استریمر خفن بود، یه کارایی کرد، یه تاثیراتی داشت که من اون مرچشو با این قیمت خریدم، بهش افتخار میکنم. کسایی که میشناسم از طرفدارای خودم، طرفدار مثلا BTS ان، یه گروه موسیقی که برخلاف اون چیزی که تو بدت میاد، نه هم جنسگرا نه لز و گی و تو بدت میاد دیگه، و آرتیست، خواننده، موزیسین و بسیار هم فقط تشویق محبت و سلف لاو و عشق به خود و اینا این چیزا رو میکنن. فقط خیلی مثبت، یعنی اصلا هیچ کار منفی نمیکنن.
تو میای من همین استریم چند روز پیشت گفتی من خیلی عوض شدم فلان، ولی همچنان میگم که مادر هرچی BTS گاهیدم. خب الان پارتنر خودم طرفدار BTS، ولی تو همش حرفی زدی به مادر پارتنر من توهین کردی. الان اومدی گفت به امیررضا گو خوردم. من تو تعادل روانی نداری. اومدی گفتی رفتارهای من پرخاشگرانه است، نمیدونم آدما رو به پرخاشی و عصبانیت و اینا داری دعوت میکنی. نه، من دارم به مخاطبام یاد میدم از خودشون درست دفاع کنن، دارم یاد میدم که حق و حقوقشون رو بدونن. نمیام یه جوری رفتار کنم که بچه‌ها ببینن که باید نگاهشون، گوشاشون دنبال حرف دیگران، کارهای دیگران باشه. من هیچ وقت این کارو نکردم. تا حالا نشده یهو بیام بگم این چرا داره این کارو میکنه و فلان بیسار. اونی که این کار کرد فقط تویی. آره، من اومدم گفتم مخالفم، اینجوری ام، اونجوری ام، عصبی ام، وحشی ام، گاز میگیرم اصلا. این برای دفاع از خوده، برای اینکه بتونی تو جایی که داری زندگی میکنی بتونی دووم بیاری. اینجا جنگله داداش من. اینجا اونجایی که تو فکر میکنی نیست. پاشو برو. به نظر من اینجا نخوری میخورنه داداش. باید اینا رو یاد بدم. خب بچه‌ها، اینم بود از ویدیو امروز. امیدوارم لذت برده باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. و اگر ایده درامایی از توییچ یا توییتر پیدا کردین به ما تو اینستاگرام دایرکت بدین و 25% از درآمد اون ویدیو به شما تعلق میگیره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.